الله سبحانه و تعالی در این دهه اتق من النار، آزاد شدن از دوزخ، پیلوس شب مخصوص شب دارد، شب قدر. انشاءالله در این شب قدر انشاءالله خدا خواهد کسی که طاعت میکند، کسی که عبادت میکند 84 سال ثواب در نام اعمال نتیه. 84 ساله عبادت. سبب نازل شدن این خدا خواهد سوره من برای شما میگم. مفسرای کرام در تفسیرها آوردن برای چی سوره نازل شد. سوره قدر در امتهای پیشین عابد شمعون گفته که یک عبادت کننده بود، غازی غزات کننده ضد کفار. همین انسان 1000 سال خداوند عمرش داده گیه. میگه اصلیش چی بود؟ اصلیش میگه از پشم شتر یک دوبینکه بود. کافر یک تا میمون همون زهاد میمورد. کافرها هیچ علاش نیافتند چون که وی دوست خدا بود. اگر الله انشاءالله خدا خواهد دوست شود هیچ خدا خواهد آفت نمیرسد. نگهبانی تو باشد ذات جبار، نترس از هیچ کس زینهار زینهار. کسی را که نگهدارنده شد او، نمیگردد خیانت یک تاری مو. انشاءالله تاری مو خیانت نمیشه اگر خدا مددت کنه. انشاءالله خدا خواهد، خدا بندمت گره. انشاءالله خدا خواهد، خدا دوستت گیره. همین انسان عابد شمعون دوست الله بود، نزدیک خدا بود. کافرها هرچند میکنن حرکت کنن که عابد شمعون به قتل رسونن نمیتونن. بعد زنش بسیار میکنن فریب کرده به دست میگیرن. ولی زنها بسیار در تاریخ فریب خورده هستند. تاریخ اکثر بزرگای خدا را، حتی پیغمبرها را زنهاشو فروختگی هست. بعد میگن پولی بسیار میتیم، دنیا میتیم، امروز استعلا کردیم دلار میتیم، کیلوت میتیم. همین یک کار که شوهر تا به قتل رسوندن در کار. عابد شمعون شب خواب میراد، میگه زنش میخیزد بنده میگیرد و رسمان که محکم دست و پاش میبندد. یک محلی بهش میآید میبیند که دست و پاش بستگی است. میگه زنک چی گپ است؟ برای چی کار اجرا کردی؟ میگه کنی من برای سنجش کردم که مبادا کافرات را دستگیر کنن و دست و پا تا بندن چی طور تو خلاص میشه. یک الله اکبر میگه نرده میزند بنده پاره پارشته میرود. خبر با کافرها سحر میرسونن، میگه بستمش پاره پا زنجیرش میتین. میگه زنجیره که میگه زنجیر پیچ که شاید کنده نتونه. وقتی که زنجیر پیچ میکنن با عابد شمعون از خواب میخیزد که دستاش به زنجیر بستگی از پاش. میگه زنک چی گپ است؟ خیلی میگه تو که کافرها به دست گیرند چطور خلاص میشوی؟ با یک الله اکبر میگه زر میزند پاره پارشته میرود. بس سیره میگه ای میگه زنک میدونی تو من کدام وقت همین 4 تا میگه کاکلی دراز داشت، موهای دراز داشت. اگر از همین موهام دست و پا ما بندن من دیگر کنده نمیتونم. خلاص کلام چیکار میکند؟ خرسند میشد، میگه لیکن عجل در دستی ما است. سیره گفته میتید برای من که زن در هر حالت باوری نکن. هر حالت زن وفاگی نمیکند. تاریخ اینه دادگی است، تاریخ بیان کردگی است که حضرت لوط هم بینیم پیغمبر بود، زن ستوکش بود. بیچاره مهمان خانش می اومد میبرد میفروخت که جوان آمد بی تجاوزش کنی. قوم لوط گفتگی بچه بازی سر شد. مردها که علاقه کردن سر کردن، این گناهی بزرگ. هوشیار باش کدام جوانی که مرد به مرد علاقه میکنی حکمت قتل است. حکمت بالای میناره برای پرتافتن حکمت تکشتن نکن خلاص. یا زن بزن علاقه کردن سر کند، این غضب خدا می آید بالای قوم و جمع. همون قوم همی خشدن.
بیچاره مهمانا می اومد، زنش میرفت کافرها میگفت اومدن بچهای جوان اومدن بیا برای تجاوزش کنی. این چنین تاریخ بیان میکند این زنها را. من اینم زنم بود دیگه. شب دیگر خواب میرود، همون کاکلاش میبرد و دست و پاش میبندد. عابد شمعون بیدار میشد، هرچند زور میزند نمیتوند. کافرها را خبر میدید که شوهرم در قید انشاءالله بستن شد، بیای به قتل رسونیش. کافرها جمع میزنن خانه عابد شمعون، میخواهند که به قتل رسونن. عابد شمعون حرکت میکند، زور میزند، ناله میکند به الله سبحانه و تعالی. وحی الهی من میگه چی گپ است؟ جبرائیل هر روز دستگیر مؤمنا است که در ابراهیم خلیل هم اومده است. جبرائیل علیه السلام برادر ما و شما است. الحمدلله. میگه چی گپ است؟ عابد شمعون میگه خداوندا 1000 سال عمرم دادی، 1000 سال برای دینت خدمت کردم، لیکن نمیخوام که در دست اینا یعنی فحشیانه من به قتل رسونن. همه میگه کافرها در این خانه درمدگی بود. عابد شمعون خوش در این ستون میزد، یک باره میگه شیفتی خانه به حرکت درمد. همه خانه بالاش میگه بالای همون کافرها گشت، همش به قتل رسید، هلاک شدن. و با عابد شمعون چند وقت دیگر به الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت کرد. وقتی که این حکایه را جبرائیل امین به اصحاب کرام رسول الله خبر کرد، در گریه شدن. گفتن یا پیغمبر، این عابد شمعون 1000 ماه جنگ کرد، 84 سال این قدر اجر گرفت، تا شد ما عمرای 50 و 60 سال داریم، چی ما اجر میگیریم نزد خدا؟ همین سوره میگه چی شد؟ نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. راست گفت خدای بزرگ. صدق الله العظیم. معنای صدق الله العظیم راست گفت خدای بزرگ می شود انشاءالله. و بعضی به عقلا برموده است صدق الله صدقه می داده است. تو معنی عربی نفهمی، این خیلی احمقی از کجا میکنی؟ صدق الله صدقه لازم شد. الود چیه صدقه؟ این صدق الله العظیم راست گفت خدای بزرگ. یا که صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم میگیم راست گفت پیغمبر بزرگوار. این معنی دارد که صدقه گفتگی جاش نیست. بی عقل از کجا این چنین فکرها نمیآوند؟ توبه کردم. تو شروع کن انشاءالله خدا خواهد. دوملا باشه کتاب کن انشاءالله، گراماتیک عربی خوان. این هیچ جای صدقه گفتگی جاش نیست. راست گفت خدای بزرگ. خدا میگه انا انزلنا فی لیلة القدر. این که به درستی ما نازل کردیم این قرآن در شب قدر. از جنی لوح المحفوظ آسمان اول چکار کردن؟ این قرآن بالکل اومد و در دوام 23 سال با پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که کافرها سوال و جواب میکردند، یک سبب که تی آیت چی شد؟ نازل شد. الحمدلله. رسول الله در 23 سال قرآن کاملا چکار کردن؟ پرده کردن، به دست صحابه ها انشاءالله سپاریدند. همه صحابه از یاد میکردن این قرآن. امروز غیرت نمونده است برای ما و شما قرآن یاد کردن. وقتی که صحابه را یک آیت میخوند یا که سوره فاتحه را بالکل میخوند، همان زهاد یاد میشد. همان چون که حفظ قوه ها چی بود؟ زیاد بود. سبب زیاد چی بود؟ تلفن باز نبود. ما حفظ امروز قوه مو تلفن بازه.
یک عالم میگه که اگر انسان عمرش که در بالای تلفن صرف میکند، اگر قرآن صرف کند انشاءالله حافظ قرآن بشود. از قرآن قبل زمین کنی هم میکنی، قرآن دهشت میدونی، یکی بالای تلفن 2 ساعت و 5 ساعت میشینی. این دروغ باشد خیگو. اگر بالای قرآن میشیشتی انشاءالله حافظ قرآن میشدی. برای چی با نمیشینی بالای قرآن؟ چون که محبت نداری. همین زنم گیری محبت نداشته باشی وای حیات نیست وای. یا نمی کدام وقت زن که تی حیات شیرین میشه؟ وقتی که عشق میمونی، محبت نمیمونی، خدا خواهد وای اصل میشه. یا نمی نباشه کسل میشه. امروز قرآن در محبتت نیست محبتت. یک عالم بزرگ گفتن اگر قرآن امروز در شپریس گیری، گفتن شپریس، بعضی آدمان گفتن زنش ریاکسیا میتیه قرآن، چون که تمامی قلبای ما شما زن پیچیده شد، حق قبول نمیکند، ناحق درا قبول میکنیم. ناحق همیشه غالب امروز، حالا اینکه حق غالب باشد بهتر. الله میگه استعیذ بالله و قل جاء الحق و زهق الباطل. اگر میگه حق آید با حق باطل میشد. لیکن امروز چی؟ امروز حق هیچ کس قبول ندارد. از حق همه گریزان است. از قرآن امروز گریزان هستی. بام بنده امروز تیاری که عمرت میبرد، چشمت خیره دارد، بدنت تمامی وجود ویروس ها در دست تلفن. نکی میشین نکی قرآن چی؟ استعیذ بالله و ننزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. میگه خدا ما قرآن شفا نازل کردیم بالای مؤمنان. و تو خدا خود میکروب نمیپرتاید در قلبت، در چشم میکروب نمیپرتاید. حتی میگه آدمی اگر چشم خیره قرآن تلاوت کند چشمش روشن بشیده است. گشت میگه چشمای من روشن از حرفهای قرآن. هر آیتش بخوانی انسانیت بدانی، در شبه نمانی از گفته های قرآن. قرآن بالکل خدا خواهد سعادته. قرآن تروریست نیست. قرآن انسانی کامل میسازه خدا خواهد. چنان انسان میشه که خدا خواهد مخلوقی پسترین مرچه عادی ترین، شاهی مشرب میگه گرزی دستت بیاید مرچه را آزار نده. ولی انسان همون تو خدا خواهد مرچه که مخلوقاته که در نظر ما شما هیچی نیست، نیکی نزدی الله بلند میستد. چون قرآن میسازد. حضرت داود علیه السلام در حجره مبارک شیشتگی بود. یک کیرمه که سرخه کدید که ماید یک بالای خاک نگیلتی هست، این پهله میگرده این پهله میگرده. سوال داد، گفت خدای اینو چی نافرده شد، چی در کار باشه همین کیرم؟ بیچاره امالی چه در داخل در رفته است، او چه حرکت داره؟ خدای تعالی کیرمه میگه ایزن داد، میگه قل بیزن الله. با ایزی من گفت گفت زن گفت. داود کتی صحبت که گفت ای داود گفت تو من وی پسترین حساب داری. میدانی من در یک روز 1000 مرتبه کلمه توحید میخونم، 1000 مرتبه شب تا سحر محمد صلی الله علیه وسلم صلوات میگم. تو ما بکار خدا نافرده، تو چی گفت است؟ حضرت داود توبه کرد، میگه اگر یگان وظیفه داشته باشی بوده با من یک قسمی عمر محوید صرف میکنم. یکی در فکری ما و شما اون حیوان و چمچک و که پرنده اون ما رو کردم نادرکاره نه و درکاره نه و همش به ذکری الله هستن، همش به یادی الله هستن. ما غافلم که نمازی پیشین میده و بعد چلب شختارت میکنم یک 3 منوت پیش خدا یک الله میگیم و ها شب و روز میگن سبح لله. تفسیرش نمیگه که سبح لله فقط انسان نه، تمام موجودات دنیا، هر گیاهی که از زمین میروید وحده لا شریک له میگوید ای هر گیاه سبحان الله الحمدلله سر میبرداره. خیال نکن خودت فقط ذاکر هستی خلاص و دیگر هم خاموش نه. ما خاموشم، ذاکر و یا هستن که همه موجودات دنیا از ترس خدا ذکر میکنن سبحان الله میگن. با که یک 5 وقت نماز نه 1 ساعت عبادت میکنی خلاص 1 ساعت. همینم با چقدر ناز و کرشمه، با چقدر لاغری، لیکن الله باز به افضلش کرده.
خدا میگه ما این قرآن نازل کردیم. لیلة القدر خیر من الف شهر. این شب است که میگه بهتر است از 1000 ماه. از اما عابد شمول 1000 ماه جنگ کردگیش یک شب برای خدا زنده داشتگی این بهتره. یکم نمیداری، نمیخوای که جاگه گرم زن جدا شوی، لیکن برای مخلوق جدا میشوی. اگر جورت توی کند یک سوت که 2 ساعت خواه نرفته مرده و کسک میشیدی. مخلوق خفه نشافته، لیکن خالق چی؟ شما برای خالق یک شب زنده داری نمیکنی؟ پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دهه آخری اتقم من النار بالکل زنده می داشت، بالکل خواب نمی رفت 10 روز. حتی میگه عایشه مادرمو جاگه خوابش هم میگه من میکرد رسول الله، همون 10 روز اعلان میکرد یگان زن نزدیکی نمیکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقط تا روز چی میکرد؟ تا ما یک شب کنیم، یک شب انشاءالله خدا خواهد، یک شب برای الله شینیم، برای رضای خدا انشاءالله. یک شب سبحان الله گیم، یک شب الحمدلله گیم، 1000 ماه ثواب میتید الله سبحانه و تعالی. حتی بین تنزل الملائکه و الروح فیها باذنی، تمام فرشته های آسمون میکوچند بچه راهبری جبرائیل کتی. هم شب قدر جبرائیل میگفت که ارحلوا یا معشر الملائکه، میگفت از ای فرشته همه کوچه روی زمین. امشب شب قدر است، تمام خاندانی ما و شما سلام کرده میبومدیم فرشته دروازه کاتا هویمون آیله تا گو زن تا گو بچه ها تا گو خدا خد دخترها تا گو پدیا میشتی همشا منتظری چی؟ رحمت الهی شوند. در روایت میگه که خداوند همون شب مخصوص یک نور عطا میکرده است، نور مخصوص. این نور تمام دنیا را تقسیم کرده میبومدیم. حتی از نور میگه زیاد نشده است، بعد ولدهای بچه های کافران هم تقسیم میکردن. همون کافر بچه زمان میشده است که یک سبب که اسلام در سزا شده از دنیا به ایمان میرفته است. انا شب، انا قدر شب، این شب منزلت شبی، این شب درجه شبی. تا دمیدن صبح میگه حتی تطلع الفجر، تا دمیدن فجر صبح تمام فرشته موت شما را زیارت کرده میبره. واقعا یک شبک 2 رکعت نماز دارد خلاص برادر اهل اسلام. 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز نفل میخونی. نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز نفل. اسی همین نماز سوره فاتحه خونم فتیم، بعد 7 مراتبه سوره اخلاص قل هو الله احد 7 مراتبه، بعد خدا خواهد انشاءالله استغفار. این شب دعاش میدانین اللهم انت عفو کریم تحب العفو واعف عنا. تا سر خدا خودم بخون ای پاک و پروردگارا تحب العفو، خودت عفو کردن دوست میداری، ما گناهگار گناهم را بخشیدن دوست میداری. انت عفو، تو عفو کننده هستی. تحب العفو، عفو کردن هم ناز میبینی. فاعف عنا، ما را مغفرت کن. که در دنیا بیگناه گو، که بیگناه دنیا ده یگان تا فرشته روی دگی امروز تا سین 7 سالگی فرشته هستی، 7 نکه دور مدی فرمان الهی سر میشود. چون که از 7 سالگی نمازه مور سیبیانکم اذا بلغ سبزم، پیغمبر بچه‌هاتون امر کنه دختراتون 7 سالگی شدن، از 7 ساله وجه دلت سر میشود، دلت میکشاین فرشته ها، دله جنایتی دله ثوابت میکشاین. این کرام الکاتبین یاد نبرار. ولی تا ای کامل دنیا میترسی، حال پیش ما بعضی با شکایت میاد میگه دوملو با کامera کو کلیشت نیست. من ای کامera نترس، کامera الهی ترس. تا کامera در کتفکات هیچ کس نبینم، اینونه که ترا میبینن کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. یاد نبرار این راستنگی ثواب و چپنگیش گناه نیسته میروه. پگه دل جنایتی می ثوابیه میگیری در دستت، تقدیمات پیش الله میروی.
این دل را برای سفید کردن در این دنیا چیکار کردن کار؟ طاعت عبادت کردن در کار کردن. چون امروز 20 سال گیم که 30 سال 40 سال 50 سال گناه کاری نکن، پیچت چیکار کن؟ ثواب زیاد کن خدا خواهد ان شاء الله. کاری خوب زیاد کن، دل را سفید کن، چون که دل 3 نمود داده میشه روز قیامت. من خدا خواهد نامه اعمال یک جمعه برای شما صحبت میکنم. موضوع خدا خواهد کلان است. 3 نمود. بعضی ها از دست راست میتیان دلتا، بعضی ها از دست چپ میتیان، بعضی ها را از پیش میتیان. قفس سینه دست تقیده میگیری. بسیار اگر کافر باشی، بسیار مخاو باشی، گناهگار باشی، از پیشت میگیری. 3 نمود نامد. از دست راست گرفتی، خدا خواهد غلبه در پیشه. دست چپ عقب گرفتی، عذاب در پیشه گمان کن. نیکی همین دم منو خود ثواب گاره من نبرار، منو تو سبب گاره، چونکه خدا ما شما 50 سال عمر داد. مانده پیغمبر فرسوند، مانده کتاب فرسوند، مانده عالمان را فرسوند. میگفتند که ای کار نکه که پگه جزا نگرفته میشی، نیکی خودت نمیکنی. خودت عرضه خدا خواهد نجات یافتنی روز قیامت نداری. محکمه سودین ده خدا خواهد بدله سفید رفتن، روی سفید رفتن آدم ها 2 رو میخیزن، رو سفید و رو سیاه. صالح ها روش سفید، گناهگار ها روش سیاه. از اون روز انشاءالله خدا خواهد تست. این شب زنده دار انشاءالله خدا خواهد. 2 رکعت نماز خون، بعد از وقت تسبیح گو، بعد از وقت قرآن خونین، بعد از وقت انشاءالله صلوات گو با محمد صلی الله علیه و سلم. خودش ترابی میخونم انشاءالله. من ساعت 11:30 شده از قریب. ساعت 2 3 چیکار میکنیم؟ میخیزیم اوسری خیری. چند ساعت زنده میداریم؟ حسابش کن. نه 3 ساعت زنده میداری خلاص. 3 ساعت نه 84 سال طاعت عبادت خدا دو دسته. 84 سال این هزینه نیستین. آیا ما 84 سال عمر میبریم؟ این نه، اینا فقط الله میدونه. یا میگن شما گارانتی است که 84 سال عمر ببینی؟ نه ترسیده قشنگی نیست. امروز سحره مرد در رقیب ما و شما یاد نبراریم. سال گذشته چندین جوانا، چندین موسفیدای عزیز بود، ما قطعی ترابی خوندیم. امسال نیمش نیست. کجا رفتند؟ دمگیری؟ خانه قبر رفتند. ما هم امروز سحره است در سفریم. گفتی شاعر عرب الموت یأتی بغتتن والقبر صندوق العمل. ای بنده خدا آگاه باش که مردن ناگاه می آید. تو پریجدت نمیکنه. پریجدت هر روز کار سادید، هر روز آگاهی داده سادیم. ما شعار شو مرد در رکیبته شعار شو. اینقدر محمد علیه السلام قرآن گفته برفت، عالما گفته برفت، تا امروز میگنود شعار شو. امروز 18 ساله مرده است، 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله. من شما هم میبینیم در رقیب پایسته استاده، پسلت شتیر کردگی های. همون وقتی فرمان خدا گفت دنگ میندازد. تمام. زیدم هوشیار شو که دم همین است، زیدم موندی یقین جایت زمین است. از روی بالا یک نشته پایسته صاحب دم است، یعنی دمت نبرمه. تمام. 1 متری که ودده جا میشه. از متاع دنیا بس است ای امین، 9 گز کرباس و 3 گز زمین. ولی میلیاردرها میبینه همه جا کوچون دست است. من رسیه میخرم، فلان جانم میگیرم، من فلان میکنم. گفتی شیخ سعدی ای خواجه از این جهان چرا بیخبری؟ روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو از این جهان 1 گز کفن است، آن هم به گمان است بری یا نبری. و هم الله میدونه میبری می نمیبریش. ممکن در تی آمه مونه در سوالیات نکفه گجان نمیمونیم. این مردن مونه. سوره لقمان خودمه که فی ای ارض تموت، کدام زمین در چی حالت میمری نمیدونی بنده. این سیرست. این جامعه جمعم، این پیش فرزندکاتم، این پیش اهل و جمعیتم بخت است. من میشوار میدانم 10 7 8 بچه ها رسیان گم شده برفت بتا گفتم روش، حتی که نیزوست نه ادرسش نیست. هوا هم آرزو داشت. ولی من هوشیار شیم. وقت غنیمت دونیم. این شبها را انشاءالله خدا خواهد به طاعت به عبادت انشاءالله گذرونیم. عائله شینه خدا خواهد انشاءالله. خانهاتون نشینین، یک افقات تشکیل کنین،
خدا خواهد زنود کتی دخترکات کودکات کتی انشاءالله خدا خواهد شین رحمت الهی، چون که رحمت الهی میباره همون شب، رحمت الهی به سر ما و شما می آید. من شاعر چی میگد؟ شبی قدر است که نور از آسمان به آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگی رگی جهان خیزد. همین میگه شب قدر میگه نور خدا میگه تمامی میخیزد روی دنیا ده، تمام دنیا را فرا میگیرد. شبی قرآن، شبی ایمان، شبی راز است امشب. امشب شبی رازی به خدا است، لینیا آزاد است. خدا خواهد که یک گریه کن جای نمازه که پرتا، خدا خواهد انشاءالله درکش شکرانه گناهت کن، خطاهات کن، راز به الله گو. خداوندا گو تو امروز گو زنا کردم، عرق خوردم، دزدی کردم، قمار بازی کردم، فال بینی کردم، امروز توبه کردم، پشیمانم. خدا جان این دنیا نه شرمندم نکردی. بین انجینری انسان الله های ایاد نبرور یکی دنیا نه یک بارت پیشونیت شرمندت نمیکنه. میتونه خدا در پیشونیت زناگر نیست، عرق خور نیست، دوز نیست، قمار باز یکی چی ای ستار العیوب، یک صفت داره، گناهکات ستر داره، پیشکش خدا گیری یک شب گو که خداوندا چی کردم که بس کردم شرمندم نکنم. این دنیا نم او آخرت گالی شرمنده شد، این دنیا نم نکنم آخرت نکنم. گو رو به خدا بیار انشالله الله میبخشد. شریعت 4 نخاد دارد، نه نبرو 4 نخاد دارد، 4 نخادش توبه. هر یک میگه لکل داین، هر یک درد میگه دوا دارد، الا دوای گناه میگه توبه است. من توبه، کسی که میگه توبه میکنه کمن لازم بله، حدیث صحیح امام بخاری است. کسی که میگه توبه میکنه گویا که گناه نیست. معنای توبه که دیگر نگرد، دیگر همون سری گناه نره، همون سری زنا نره، همون عرق نره، همون فالبینی نره، همون قمار بازی نره، همون دزدی نره. این انشاءالله الله میبخشد. همچنان خدا داریم با یک استغفار 100 ساله گناه تا میبخشه، 50 ساله گناه تا میبخشه. همین شب خیز انشاءالله به خدا راز گو. وقتم شده است عزیزانی من، انشاءالله با این شبهای خدا خواهد معویزه هنده تکرارن میچیم. خدا خواهد تا روزی گذشته خدا خواهد شب قدر باز اعلان میدیم. شب قدر روز 3 شنبه انشاءالله خدا خواهد، روز 3 شنبه به گوی گذری 4 شنبه شب قدر است. برای چی 27 گفتیان یکی شب قدر در درون خدا خواهد 10 روز پناه کرگی است. لیکن اگه عالما برای یک رمز انسان‌ها یک نقطه جمع کردن، همین شب خدا خواهد چی گفتیان؟ انشاءالله شب معتبر گفتیان. چون که قرآن هم 3 بار لیلة القدر اومده است، حسابش کنی 9 حرفی است، 9 حرفی جمعش کنی 27 میشه گفتیان عالما. چندون پهلو که دیگه گردونگیش هستن. شیخ محمد صادق هم کتابش مطالعه کردم، چندین پهلو آوردیان گفتن همین شب باید، شاید که همین شب باشد. چون که ما از زمین که چندین سال است الحمدلله همین شب چیکار میکنیم؟ اهل خدا خواهد ازبکستان زمینم تمامی بلکه دنیا همین شب همچون شب مقدس، شب خدا خواهد با کامل انشاءالله ایمانی کامل که دیگه همین شب قدر است. انشاءالله خدا خواهد الله همون اجر میتید اگر زنده داری. اگر همون شب با طاعت عبادت چیکار کنی عمر تخزن کنی، نه با اگر تلفن بازی کنی، اگر هم شب بدی خوبتن تلفنت ذکری که پرتا گمش کن، بعد بشینی و بس یک بار دومده بعد خدا خواهد دختر کو تماشا کن. با تلفن بعد بجخ وای محبت نیست. وای محبت خدا میگه پیغمبر بزرگ محمد صلی الله علیه و سلم که ان تعبد الله کانک تراه و این لکم تراه فانه یراک. میگه چنان خدا را عبادت که گویا خدا را میبینی. تنقید استادیم بالای جای نماز این معراج مؤمن است. المصلی معراج المؤمنی، معراج بالاش که برمدی فقط خدا که رو پارو میزنی. اگر میگه خواهی که به خدا گپ زنی نماز خون، خوش در تلفن نشه با دردم گرد مونده جورم تلفن میکنه و گفته عموما خیالت جمع کرد غرونش تا سر کوب کی که تلفن کنن نمیمرن تلفن کنن.
من ما وقتای نماز من جمعه 2 ساعت پیش میکشمش. چی در که در کار باشم میآید. من به خاطر جمع عبادت میکنم. من پیش الله میستم حرص میکنم. شما هم چنان. اگر میگه خدا را تو نبینی، خدا تو را میبیند. تصور که من پیش کی استادم؟ امروز پیش پراکرور بسی اگر حتی خشلو میسی پینکت نه زنت به عادت میزنه، نه دخترت، نه بچت، نه مالت. یا نمی با چقدر گوش میکنی. میگه پیش الله میسی چی؟ میگه در وقتی تعام میگه پهلوانی، وقتی عبادت میسی زنانی. بعد بالا جا به خیازه میکنی دهنت کوشک کرده بزور یک نه با محبت به پیش الله. چون ما پیش کیا استادیم؟ آفریدگار که ما را از یک قطره آب حرام انسان کرده که الله پیش نمیسی. چنان هم شب عبادت که انشاءالله خدا خواهد شب با قرائت گذرون با تلفن نه با خونت بشید با تلویزیون همون فوتبال تماشا کن. چی بودی که این شب شینی نیستین؟ شب خالص برای الله میشینی. الله که فقط میگه من از همه کاری دنیا فارغ شدم خداوندا، همین شب یک خالص خدمتی ختم میکنم. همش میکشی میپرتای فقط بچی ذکری الله میشه. باور که قلب در جنبش میآید، قلب در نرزد توف در دو. اگر مهر الهی در قلب جا شود زنک واری گریه نکنی توف در دو داد میگویی. چنان تاثیرات داره عزیزان من. این شبها زنده داشتنش خدا خواهد انشاءالله، شبها را زنده داشتنش این انشاءالله دیگه چه این روز دیگه. حتی خدا گفته که اقل روز نمیایی شب یک بارک نمیایی پیشی من بندم. من منتظر تو هستم. ساعت 2 خدا آسمون دنیا میفراید. حدیث قدسی است. آسمون دنیا میفراید 3 ندا میزنه. کی است کی؟ حاجتمندا کی است؟ خیس قرضدار باشی پیش خدا خیر. در سر مصیبت رفتیم پیش الله خیس. فقط یگانه الله هی نجات ینده. این بنده با 3 سبود میته سر تنت میکنه. من نگاه آدمش کردم پلیمان کتی میگه باشید لیکن الله تنت نمیکنه. یک بار میلیون رزق داده است، میلیون داده است، یک بارک در پیشونی نمی نیسته که این بدونیم این چنان خدا داریم. مهربانتر عزیزتر در دنیا بجز الله کسی نیست. مهربان انشاءالله خدا خواهد. خدا گفتم قند خوردم، دنیا گفتم فن خوردم. میگه بزرگای اسلام خدا گفت قند خوردن میگی، آش خوردن میگیری، گوشت خوردن میگیری. دنیا چی؟ دنیا امروز همه را به هلاکت رسونده است. من امروز چندی بچه ها را کشته سودیا دانش میدونه پلش گرفته همه با جورش میکشش. نه دنیا یا نمی حقیقت این می آمده پل زایده شده قفا 10 تا آدم میگلته نه زده و بیرک که پلش گرفتن نکن. میگه نه که الله چی نه پلت نکرده نه دنیات نه مالت نه زنت نه. ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. بی خدا میگه خدا مولت نگاه نمیکنه، زن تا نگاه نمیکنه، دختر تا نگاه نمیکنه، هیچ تا نگاه نمیکنه، لیکن قلب تا نگاه میکنه، عمل تا نگاه میکنه. دیگه خدا نه هیچی در کار نیست. جنازه خدا داره. نه که امروز جوره چی؟ زن تا نگاه میکنه، دختر تا نگاه میکنه، مول تا نگاه میکنه. ماشین تا نگاه مده شیره داریم همه میچشم زن بروری. پگه که هم شیره که فرمدی همه با تعنت میکنه یه فلان بود حرام خور بدیم. این دنیا همین است. ولی من همه از الله انشاءالله امید کرده انشاءالله خدا خواهد رو به طاعت بیاریم، رو به عبادت بیاریم. یا خواهر فرزند طلب بودین دعا کنین خدا فرزندی عمری دراز نصیب شو گردن. یا خواهر فرزند طلب بودین البته انشاءالله خدا خواهد فرزند میوه انسان است. البته باقی موندن ما و شما دنیا با فرزند الحمدلله. این خواهر امروز اجابت دعا هست. هر یک دقیقه روزگی را دعات اجابت است انشاءالله. از تحت دل دعا کنیم همین انشاءالله. خواهرمونه الله سبحانه و تعالی خودش وعده کرده است ما هستیم برای شما فرزندی پسر یا دختر. خداوندم حرمت همین آیت کریمت همین خواهر در این دهه مغفرت گناهش اولا مغفرت کن، زن و شوهر گناهش بخش الله. دوم خودت گفتی که ربی حبلی من لدنک ذریه طیبه. دعا کنه گفتی که از نزد من فرزندای صالح تیم. خداوندا همین خواهرمونم اولا توفیق طاعت عبادت عطاش کن، بعد از آن یک جوان پسر یا یک جوان دختر خداوند مناسبش که سال دیگر همین ماه رمضان انشاءالله خدا خواهد خرسند چهره کشاده گشتنش الله الهان نصیبش بگرداند.